سلام، خوبین؟ چطورین؟ در مورد کتاب نیم دانگ تا پیونیانگ میخوام صحبت کنم. نوشته رضا امیرخانی، 343 صفحه است، سفرنامه است، از نشر افق. 225 تومن خریدم حدودا. یه سری قسمت ها رو هایلایت کردم که براتون میخونم. در مورد کتاب باید بگم که در مورد کره شمالی آنچنان دوستش ندارم، کلا سفرنامه زیاد دوست ندارم، اما بد هم نیست، خیلی خوبم نیست. و اینکه مسئله که هست تکرارهای بدون دلیل داره که من اصلا دوستش ندارم. خب بریم سراغ چیزایش که مهمه و من هایلایت کردم. به پاسپورت ایرانی چینی ها ویزا نمیدن، نه ویزای ترانزیت میدن نه ویزای فرودگاهی میدن. مسئله‌ای که هست به خاطر اینکه تحریم هستیم. مسئله‌ای که هست اینه که یک سری تورها وجود داره که ایرانی‌ها میتونن از طریق کشور چین به کشور کره شمالی سفر بکنن و بعضی هم این کارو میکنن چون براشون جالبه، میخوام برن ببینن که چه خبره. اسم کره شمالی، کشور کره شمالی در اصل جمهوری دموکراتیک خلق کره است و یک کشور کوهستانیه. و اینکه نویسنده میگه من این کشور رو یک کشور خاکستری میبینم، نه سیاه و سفید. بعد اینکه ون کره شمالی توی این کشور خیلی کمه، دست گردشگر نیست. نمیدونم که دست مردم عادیش هست یا نه، ولی گردشگری که وارد میشه باید با یورو و دلار خودش رو، هزینه هاش رو پیش ببره. مسئله بعدی که وجود داره، بدون راهنمای تورتون به هیچ عنوان نمیتونید از هتل برید بیرون مگر اینکه بپیچونید، که نویسنده کتاب پیچونده چندین بار. این کشور، ایده این کشور اینه که ما بیایم خود کفایی داشته باشیم، خود اتکایی نه. خود اتکایی رو به نظر من خود اتکایی نوشته، ولی خود اتکایی اشتباهه، بعد می نوشت خود کفایی، چون کشورهایی که بسته هستن به دنبال خود اتکایی نیستن، خود کفایی هن. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. یه سری تفاوت هایی وجود داره داخل نظام هایی که کاملا بسته هستن که ما ازش سر در نمیاریم و واقعا این طبیعیه. برای من اینی که مردمشون اعتراض نمی کنن و تعداد خیلی کمی هستن که حالا فرار میکنن یا هر چیزی، این خیلی عجیبه. میگه که نویسنده میگه تحریم و دیکتاتوری دو روی یک سکه هستن. کشور تحریم شده ناچار به دام چاله تک‌صدایی میفته و تک‌صدایی شروعی برای دیکتاتوریه. عدم مراوده در سطح حاکمیت امکان مقایسه رو از بین میبره، مقایسه نشدن تقدس میاره برای چیزی که مقدس نیست. منظورش رهبر کره شمالیه. تقدیس جناب رفیق میسازه، جناب جنرال میسازه و غیره. یک کتاب دیگه وجود داره در مورد کره شمالی، رهبر عزیز، که به رهبرشون میگن رهبر عزیز و براشون خیلی مقدسه دیگه. و اینکه هر رابطه‌ای، هر مراوده‌ای که وجود داشته باشه باعث میشه که این تک صدایی شکسته بشه. شمالی اگر یک مقام بالاتر بیاد داخل یک جلسه‌ای، مقام پایین‌تر به هیچ عنوان حرف نمیزنه، بیرنگ نمیشه، در اصلا از بین میره. سکوت مطلقا. نویسنده گفته تحریم 3 سطح داره، از سیاسی شروع میشه به اقتصادی میرسه. داخل دهه گذشته فاصله تحریم سیاسی تا اقتصادی بسیار کم شده و اینکه مجادله و منازعه به موضوع نظامی رسیده. مسئله بعد اینه که توی این کشور که یک کشور بسته‌ای هم هست، امور نظامی در اولویت طبیعتا و خرجای زیادی براش انجام میشه. هسته‌ای دارن و چیزهای دیگه. و اینکه میگه که قطعاً کره شمالی پشتش به سلاح هسته‌ایش گرمه و این موضوع برای مردمش افتخار آفرینه. و اینکه داخل پیشبرد سند هسته‌ای و مذاکراتش کره شمالی ها جلوتر از ما هستن.
مسئله بعدی اینه که کره شمالی صادرات جینسینگ داره و اینکه میگه تا پیش از اومدن به این سفر تصور میکردم که دستاوردهای پیونیانگ داخل همین انرژی هسته‌ای خلاصه شده، ولی خب دیدم که یک سری اقلام صادراتی هم دارن و اینکه میگه هیچ چیزی به جز مسئله قدرت نظامی نمیتونه یک مذاکره رو معنادار بکنه. رهبر کره شمالی با ترامپ هم یک دیداری داشته اگر یادتون باشه. یه رشدی داخل این کشور اتفاق میفته که رشد در ساخت سلاح هسته‌ای و به معنی توسعه هم نیست و اینکه این رشد با چه مکانیزمیه؟ میان تزریق غیر اقتصادی پول میکنن و به هر قیمتی که شده این تکنولوژی رو به دست میارن. نویسنده میگه که من انسان ایرانی اگه 1000 سال هم تحریم بشم از طرف ایالات متحده شبیه شهروند کره شمالی نمیشم. با همه این اطلاعاتی هم که گفته شد، بعد یک سری نیروی کار صادراتی داره کره شمالی که با بقیه کشورها، با نیروی کار بقیه کشورها متفاوته و اونم در مورد حقوقشون به حزب داده میشه. حالا حزب یه چیزی به اینها میده دیگه. و درآمد این صادرات نیروی کار اجباری بیش از 1 میلیارد دلاره که عمدش میرن به روسیه و چین. توی دهه 90 میلادی یه قحطی بزرگ داخل کره شمالی میاد و اینکه یک شعاری دارن، یعنی شعارشون نیست، یک متن نویسنده نوشته، یک حالت شعاری داره بیشتر. میگه که تفاوت در چهره بچه هاست، تفاوت در شادیست، شادیه که آزادیه، عشق شادیه، عشق آزادیه. اثر اصلی تحریم خودشونن در اصل. میگه آزادی با احساس آزادی متفاوته، استبداد هم با احساس استبداد متفاوته. یه وقتایی هست که ترس از گرسنگی اولویت اولت میشه و این اتفاق توی کره شمالی میفته و نیازهای دیگه مثل آزادی از اولویت میفتن، فقط میخوای شکمتو سیر کنی. حکومتی هم که تحریم شده احساس خطر میکنه و اینکه از مردمش میخواد که روبروی تحریم بایستن، مقاوم باشن، متحد باشن و همین اتحاد رو با قصد و غرض به سمت تک صدایی میبره. اقتصاد تحریمی نیاز به روابط زیرزمینی با جهان داره که حتما هم باید غیر شفاف باشه. این عدم شفافیت باعث فساد میشه. صدای فروپاشی میاد، ولی برای جامعه‌ای که دچار گسله اگه تلاش بکنه یه پاشو بذاره این پای گسل، یه پاشو بذاره اون پای گسل، بعد بیاد ورجه ورجه بکنه، یه مرتبه یک وحشت ایجاد میشه و ترکا فعال میشن، گسل فعال میشه و فروپاشی اتفاق میفته. کره شمالی چیزی به عنوان ناشر آنچنان وجود نداره، چیزی به عنوان مثلا من فلان کتاب رو از فلان نویسنده خوندم وجود نداره، اشخاص رو عموما نمیشناسن. حزب چند تا چاپخونه داره، یه سری کتاب فروش مختلف هم داره و میگه که تعداد کتاب فروشیاشون حدوداً 20 تاه. خیلی عجیبه برای یه کشوری مثلا فقط حزبش باشه که چاپخونه داشته باشه. یه چیزی که اتفاق میفته اینه که سر نویسنده رو کلاه میذارن یه جایی
یه فایل ضبط شده ای رو به عنوان حالت آنلاین، کلاس آنلاین میکنن تو پاچش و اینکه خب ناراحت میشه، متوجه میشه و از اون به بعد سعی میکنن که همه چیز آنلاین باشه. هر اتفاقی هم که قرار بیفته، هر چیزی که بخوای باید با اعضای حزب اوکی بشه، اونا اوکی رو بدن تا تو بتونی توی اون کشور به اون چیزی که میخوای برسی. و برای یه همچین چیزی تو باید تور لیدرت رو در جریان بذاری. یعنی حتی اگه بخوای بری سلمونی جلوی هتل، حزب باید اوکیش رو بده. باز در مورد تحریم میگه که تحریم باید انسان قوی بسازد، نه انسان دروغگو. ولی خب نویسنده میگه میدونم که حرفم به شدت آرمانیه. درصد زایمان طبیعی تا 88% و زایمان سزارین تا 12%. به خاطر اینکه زنای کره شمالی خیلی پیاده روی میکنن، خیلی فعالیت میکنن، به خاطر همین میتونن زایمان طبیعی رو داشته باشن. تختایی که تو بیمارستان هست اتوماتیک نیست، درست و حسابی نیست، جک دستی داره، برقی نیست، هیدرولیکی نیست، افتضاح داره است. و اینکه اگر نظمی وجود داشته باشه پشتش حزب هست، یک استبداد فردی نیست. به یک دستگاه حزبی و با یک نظام طبقاتی ما سر و کار داریم. بعد میگه پتوها عمدتاً قرمز رنگن، تفکیک رنگ جنسیتی مثل ایران یا مثلا دخترها صورتی پسر آبی، همچین چیزی وجود نداره توی کره شمالی. مادرها معمولا خیلی ضعیفن، بچه ها وزنشون کمتر از استاندارد بین المللیه و همه اینها از نظر اونها برمیگرده به تحریم امپریالیستی آمریکا. نویسنده یه جایی میره توی یکی از بیمارستان‌های پیونگیانگ، صحبت میکنه با یکی از اعضای حزب. اعضای حزب بهش میگه که ببین درست بنویسی ها. بعد دوباره تاکید میکنه حتما درست بنویسی ها، چیزایی که اینجا دیدی رو ها، کم و کسری ها و اینا ننویسی ها. بنویس این مظلومیت مردمه، این ظلم جامعه جهانیه به این مردم و اینکه این تحریم ظالمانه ترین جنگ امروزه. خیلی عجیب بوده واقعا. بعد میگه که پیونگیانگ تنها جای جهانه که میشه داخلش بدون ترس، داخل محیط بسته زیر سقف سیگار کشید. ایران رو نیومده هنوز ببینه، چه فاجعه‌ایه. هیچ قانون منع استعمال دخانیاتی توی پیونگیانگ نیست. البته نویسنده توی هتل بوده، برای هتلی رو میگه. و اینکه میگه که یاد گرفتیم ماها که به اون چیزی که از تحریم میرسه نیشخند نزنیم. سربازی توی کره شمالی بین 5 تا 10 ساله و اینکه عموماً بچه بزرگ که پسر باشه با خانواده‌اش زندگی میکنه همراه همسرش. حالا یه اتاق از خونه رو میدن به اونها. مشکل کنترل درجه حرارت دارن داخل خونه هاشون، سیستم گرمایشیشون چیزیه که حکومت براشون تایید میکنه، با اون پیش میرن. فردیت کاملا حذفه تو این کشور و همون دمایی رو که حکومت تعیین میکنه برای خونه هاتون همون درسته. این لوازم خونه اهدای کیم جونگونه و اینکه حالا نمیدونم که در مورد تمام خونه ها این صدق میکنه یا نه. خونه ای که این آقا رفته بوده دیده اینطوری بوده. درصد طلاق بسیار پایین، نمیشه گفت اصلا وجود نداره. آماری از فاحشه خونه ها ندارن، در صورتی که باید وجود داشته باشه و وجود داره. اصولا اینها میان پاک میکنن مسئله رو. مسئله بعدی اینه که هیچ زن و مردی رو نویسنده ندیده که توی خیابون دست همدیگه رو بگیرن.
یا اینکه با همدیگه مشغول پیاده روی باشن. هر کسی یک کیسه دستشه داره میدوه دنبال زندگیش. محدودیت برای تعداد فرزندا وجود نداره و هیچ خانواده‌ای با 3 فرزند رو نویسنده داخل این سفر ندیده. یخچال و تلویزیون و اجاق هم جزو اقلام فروشگاهی نیست. اگر یه نفر بمیره تا 3 روز، این خیلی برای من عجیب غریب بود، اگر یه نفر بمیره خانوادهش تا 3 روز جسدش رو داخل خونه نگه میدارن، بو نمیکنه. بعدش مراسم مرده‌سوزی انجام میدن که داخل اون فقط بستگان درجه یکش میان و گاهی اوقات هم فقط 1 نفر همراه داره. مرده‌سوزی هم با بخاری های زغال سنگی انجام میشه. دفن جنازه هم آداب خاص نداره. مراسم مختصری هم میگیرن داخل خونه اون کسی که فوت شده که بیشتر دید و بازدیده، رسم و رسوم خاصی ندارن. به دنیای پس از مرگ هم اعتقاد ندارن، ولی مجسمه رهبرانشون رو گذاشتن وسط یه میدون، باهاشون عکس میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رهبراشون همیشه زنده و متوجه میشن. خب تو به دنیای بعد از مرگ اعتقاد نداری، چرا برای رهبرت این یه چیز استثنا؟ خیلی عجیبه. یک شنبه مثل همه جای دنیا به جز ایران روز تعطیلشونه. ممکنه که دوباره با قحطی روبرو بشن. میگه که آیا مردم راضین؟ خب نمیدونیم. اگه راضی هم باشن بروز نمیدن. مثل پادگان میمونه دیگه. سربازا چقدر راضی هم از شرایطشون، اینم همینه. نظام طبقاتی آیا وجود داره؟ بله وجود داره. حتی سطح دسترسی ها هم متفاوته. وضع دیکتاتوری فردی چجوریه؟ طبیعتا با دیکتاتوری که صدام و قذافی دارن متفاوته، اما خب این هم یک نوع دیکتاتوریه، ولی بیشتر دیکتاتوری حزبیه. اگر رهبرشون هم عوض بشه، به خاطر اینکه شرایط حزب تغییر نمیکنه وضعیت کشور بهتر نمیشه. باید حزبشون تغییر کنه، اعضای حزب تغییر کنن، تفکرات و ایدئولوژیشون متفاوت بشه که حالا وضعیت زندگیشون هم تفاوتی داخلش ایجاد بشه. بعد میگه که آقا دفعه دومی که میاد مسافرت کره شمالی، آقای رضا امیرخانی یا امیرخانی، بذاریم ببینم، امیرخانی، دفعه دومی که مسافرت میکنه به کره شمالی، میگه که فقط یه دونه هواپیما بوده که میرفته کره شمالی. یه هواپیما هم از کره شمالی بوده که برمیگشتن. اینا داشتن دچار مشکل میشدن و 1 هفته بیشتر ممکن بوده که توی کره شمالی بمونن، اما یکی از تور لیدرها داد و بیداد میکنه و یه مقام بالا دست میاد کمکشون میکنه و مجبور میشه اون آدم زیر دست که کار اینا راه بندازه و برن به سمت چین. و اینکه زمانی که تور لیدرشون، یکی از تور لیدرهاشون توی سفر دوم سر صدا میکنه سر اون مأمور، نویسنده میگه اینجا بود که آدم کره شمالی رو دیدم. و اینکه میگه که انسان کره شمالی الزاماً اون افسر منحوسی که جلوی اینا رو گرفته بود نیست، یا اینکه اون تور لیدری که هیچی نمیگفت و همه چیز رو قبول میکرد حتی اگه تو سرش میزنن نیست. اون آقایی هستش که همپای اینها اعتراض کرد، از یه جایی به بعد بالاخره شروع کرده اعتراض کردن. و اینکه آخر سر هم از انسان کره شمالی، یعنی همون تور لیدر مردشون، تشکر میکنه. کتاب جالبیه، واقعا زندگی بسته‌ای دارن، زندگی عجیب و غریبی دارن. نمیدونم چجوری میتونن دوام بیارن، ولی خب
برام جالبه. یه زمانی داشتم فکر میکردم که میشه به کره شمالی هم سفر کرد. شاید یک زمانی اگر فرصتی برام پیش بیاد واقعا این کارو بکنم. خب باید با تور برم چین، از چین برم کره شمالی. اینطوری خیلی جالب بود. من کتاب های دیگری رو در مورد کره شمالی میخونم، اگه دوست داشتین براتون میذارم. این بود نیمدانگ پیونیانگ، نوشته رضا امیرخانی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ببخشید اگه من توپق زدم، ببخشید اگه تون حرف زدم، سرم پایین بود، داشتم با تبلت اون قسمت هایی که حالا هایلایت کرده بودم و عکس گرفته بودم رو براتون میخوندم و توضیح میدادم. خب همه‌اش رو نمیتونم حفظ بکنم، یه جاهایی ذهنم میپره. سر و صدای اضافه اگر اومد ببخشید. اگر دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتون رو بگید. دوست دارید که از اینجور کتاب ها یا اصلا کتاب براتون بذارم، خلاصش رو بذارم یا نه. روز و شب بر شما خوش. امیدوارم که هر جا که هستید سالم و سلامت باشین. فعلا.